با سلام دوستان عزیز، توجه کنید. بنده چند ماه قبل کارت ملیمو دادم به یه بنده خدایی 350 میلیون دریافت کردم. با تمام پولم هر کاری خواستم کردم، ولی تو رو خدا نکنید، تو رو خدا نکنید این کارا رو. این کار حتی از قضیه کوروش کمپانی هم بدتره. بعد از 2 ماه 1 ماه و نیم واسه من دیدم مالیات اومد 1 میلیون. خواهش میکنم کارت ملیتون رو به هیچ احدی ندهید. من داخل بازداشتگاهم الان 4 روزه. کلی به سربازه پول دادم که فقط بهتون بگم نکنید، تو رو خدا نکنید، خودتون رو بدبخت نکنید. هیچ ارزونی بی حکمت نیست. این ضرب مسئله قدیمی ها گفتن، همونجور که کوروش کمپانی بلایی به سر همه آورد. خواهش میکنم نکنید. دنبال کنندگان عزیزم، من تو بدترین جا تونستم فقط بهتون بگم نکنید، از راهش برین جلو. با تشکر، حسن مسجدی.